با سلام خدمت همراهان عزیز. سازه 60 متری بومهنم تموم شد. 40 متر سازه، 20 متر تراس سازه. همونطور که میبینین چراغای سازه روشن شده. کف سرامیک، پنجره های یو پی وی سی، نرده کشی کامل، درب ضد سرقت، ورق سایلینگ ترکیه‌ای. این هم از داخل سازمون کاملا کاغذ دیواری شده. کلا چراغا نصب، آشپزخونه، سینک، گاز 4 شعله، کابینت بالا و پایین و اتاق خواب سازه. این هم از سرویس بهداشتی سازه، آینه، روشویی، توالت فرنگی و دوش همون. این هم از کاغذ دیواری اتاق خواب سازه، طرح برجسته و اتمام کارم کمد دیواری. انشالله که مبارک صاحبش باشه، با دل خوش استفاده کنه. حمایتمون کنید تا بیشتر دیده بشیم.